کشوری است. همچنین میانگین بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در کشور در هفته دوم آذر ماه حدود 36 نفر به ازای هر 1 میلیون نفر جمعیت می باشد که بیشترین میزان بروز در این شاخص به ترتیب در استانهای یزد، کردستان، اردبیل و خراسان جنوبی گزارش شده است. هموطنان عزیز، علیرغم کاهش در تعداد شهرستان‌های دارای وضعیت قرمز و همچنین کاهش نسبی در موارد بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری در کشورمان که مرهون همکاری مسئولانه شما عزیزان در عمل به توصیه‌های بهداشتی، توسعه همکاری‌های بین بخشی و همچنین تلاش‌های شبانه روزی پرسنل نظام سلامت کشور بوده است، نمودار وضعیت بستری بیماران کووید مثبت در برخی استانها همانند استانهای مازندران، گیلان و گلستان رو به صعود می باشد. بنابراین شرایط حال حاضر بیماری در کشور به رغم بهبود نسبی نسبت به هفته‌های اخیر همچنان ناپایدار، حساس و شکننده است و بیم آن می رود که عادی انگاری شرایط و سهل انگاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی زمینه ای را جهت خیز مجدد بیماری فراهم آورد. همانطور که می‌دانیم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این ایام به عنوان اصلی مهم و مؤثر در تأمین سلامت و معیشت مردم است و مطمئناً تداوم پایبندی شما مردم عزیز کشورمان در عمل به توصیه‌های بهداشتی منتج به کاهش اعمال محدودیت‌ها و از طرفی کاهش در میزان رعایت توصیه‌ها منجر به بازگشت و اعمال محدودیت‌های سختگیرانه‌تر خواهد بود. امیدواریم با استمرار و افزایش انگیزه عمومی در عمل به توصیه‌های مؤکد بهداشتی شاهد توقف شیوع گسترده بیماری در کشور عزیزمان باشیم.